آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره ته خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو پلار نکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ پلار نکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره ته خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره ته خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره ته خپل ځان کړو زولنی کو پلار نکم غلامان نو ځان معلوم ټول په یو کور کې داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ چې مو راټول په یو کور کې داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ وطن بی کفنا لا وارث افغان
افغان کچر اخلاص نو لپیغور کړی داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو راټول په یو کور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ غرب لسنگر دریم لټانک کوسکړي چیو لغرب لسنگر دریم لټانک کوسکړي چې مورا ټول په یوش کور کړی داسې سو غواړو چې مو زخمونه لږ ټکور کړی داسې سو غواړو چې مورا ټول په یو کور کړی داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ یوا د خیر تیګه چې کیک دې زمون باڼو منځ کې یوا د خیر تیګه چې کیک دې زمون باڼو منځ کې چې مې د ورور سره بیا ورو کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو راټول په یو کور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مې ټوپک او توره دواړه په قلم بدل کړي چې مې ټوپک او توره دواړه په قلم بدل کړي چې نور له جنګه مو زړه تور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو راټول په یو کور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې د اغیان د اٹک مظلوم زړګي وګټي چې د اغیان د اٹک مظلوم زړګي وګټي چې نور او بد ظالم زور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو خپل خاوره خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیاپات افغانستان کو یو موټی یو
راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نیکۍ دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کو راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو پلار نیکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نیکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو زولنیکو لر نکم غلامانو زمالم پټول جهان کو قسمات دل خانیکو مقبول پنو زولنیکو لر نکم غلامانو زمالم پټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو
سو خوشاله ایا شمع وطن والا سی پښتون په یو سلاسه د پښتون تاریخ روشن کړو موږ به هلته سو خوشاله ایا شمع وطن والا سی پښتون په یو سلاسه د افغان تاریخ روشن کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت شو خپل ملي بیرغ روشن کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام احترامات قلبی خود خدمت تمام خوارا و برادرای خود در سر تا سر دنیا تقدیم میکنم. امید است که جور صحتمند و خوش باشین. از خداوند متعال شکرگزار هستم که باز ما را قادر ساخت که در خدمت دین و وطن باشیم و ماده اینجا امروز برنامه خود بالای موضوعات بسیار مهم که مربوط به مردم افغانستان و افغانستان است تخصیص دادیم و در این حال موضوعی که زیادتر یعنی قدر اهمیت نداره، موضوع توطئه یک گروه از خائنین که در داخل دیران جرگه بودن او را ما با شما ذکر خواهد کردیم. موضوع مهم اول است که مردم افغانستان پرابلم عمده مردم افغانستان آیسای پاکستان است و دولت پاکستان است. بیایی ببینیم که آیسای چگونه فعالیت داره و کی آیسای سپورت میکنه، تشکیلات آیسای از چی قرار است. ما این موضوعات گپ میزنیم و دیگه یک موضوع دیگه که ما گپ میزنیم موضوع حرکت دکتر صاحب سیرت است که ما از ابتدا با دکتر صاحب سیرت ما موافقت داشتم و ما حرکت دکتر صاحب سیرت ما سپورت کردیم، اما در ابتدا بعض ملحوظات بود که ما نتانستم که کچان یک جا شوم. حال فعلا امرایشان یک جا شدیم برای که باز عناصر در دیران جرگه خود داخل کرده بودند که مخالفت نشان دادن که ما او را هم به شما انشاءالله اظهار میکنم. موضوع دیگه ای که موضوع طرح طالباست که این طرح که در برنامه گذشته ما او را ما پیشنهاد کردم از مرکز عمومی ناتو و از واشنگتن پیشنهادهای به ما رسیدن که موجب مسرت ما شد. ما این به برادرای طالب میگیم که او برادرای طالب تماما اعمال را که شما انجام میتین چرا او را برای خود انجام نمیتین؟ برای که شما نامتان بد شده کته، برای که شما را وقتی که میگن طالب یعنی نوکر آیسای. باز پیشنهادات است که ما او را سرش صحبت میکنیم و دیگه ای که ما یک کنفرانس بسیار بزرگی را در جرمنی دایر میکنیم انشاءالله در ماه دسامبر که را ما اعلان میکنیم که ادوکسی از او یعنی کسی که او را تیار کرده نظری از کی بوده و سر از او موضوعات ما صحبت میکنیم. موضوع رفتن کرزی صاحب با پاکستان این موضوع را ما صحبت میکنیم و دیگه ای که موضوعات قرارداد استراتژیک چرا او موضوع روز شده، چرا کرزی صاحب امضا نمیکنه و چرا این مشکلات خلق کرده، این موضوعات میگیم و دیگه ما صحبت میکنیم که اصلا کدام استراتژی برای مردم افغانستان یا برای افغانستان مهم است که بتانه آیسای به اصطلاح خل سلاب کنه، به این معنا که آیسای از نظر عوام فریبی و چال و فریب و اونا بسیار درجه اول شدن و هیچ وقت دست خود از گلون مردم افغانستان دور نمیکنه. به این اساس ما مجبور شدیم که به اصطلاح به دفاع مردم افغانستان بخیزیم و شما میبینین که آیسای بسیار فعالیتاش در جای زیاد شده و حتی اونا میخواستن که به اصطلاح پار سال بالای ما تا کنن اما فضل خدا نشد، چیز که نتونستن. اما داخل دیران جرگه سرایت کرده آیسای
باز این موضوعات ما کمی گپ میزنیم پسانتر. آیسای در سال 1948 آیسای تأسیس شد توسط یک شخص به نام جنرال رابرت کاتوم، یک انگلیسی، و هدف مرام انگلیسی بود که فعالیت‌های نظامی پاکستان، فعالیت‌های اردوی پاکستان و فعالیت‌های سری دولت پاکستان در مقابل افغانستان و بالخصوص در مقابل موضوعات کشمیر ایره به اصطلاح زیادتر فعال بسازه که مفاد دولت پاکستان به اصطلاح با وجود بیاره. شما می‌بینید که یک آیسای یک تشکیل یک مؤسسه است که بغیر از کشت و کشتار دیگر کار نمیکنه. آیسای سه شعباتش برای شما میگم. آیسای شعباتش یک شعبه به نام Covert Action Division و دیگر شعبهش از Joint Intelligence، فعالیت‌های سریش است و فعالیت‌های یعنی مخفیش است و Joint Counter Intelligence Bureau، Joint Intelligence North، Joint Intelligence Miscellaneous، Joint Intelligence Bureau Signal، in other words Joint Intelligence Technical. و دیگه شعباتی که آیسای داره که به نام SS Directorate و دیگه Political Internal Division. شما این شعبات چه میبینین؟ این شعباتی که این جنرال انگلیسی در داخل خود آیسای به اصطلاح تأسیس کرده، هدف مرامش قتال افغانای ما و پشتونای ما از اون طرف خط دیرند است. دیگه کدام هدف مرام ندارد غیر از شما فکر کنین مسئولیت پاکستان چیز در مقابل ممالک جهان یا همسایه‌اش تنها موضوع کشمیر است و از نگاه اسلامی اگر کشمیر به طرف پاکستان بره شاید از فقر فاقگی بمره. و ای که آیسای ادعا میکنه که ما کوشش میکنیم که نوزد آزادی خواهی را در کشمیر زیاد بسازیم، این دروغ محض است. شما ببینید که حالت برادرای بلوچ ما به چه حال است. برادرای بلوچ ما را میکشه، برادرای هزاری ما را آیسای میکشه بس شکل مخفیانه. و ما ایران هستم که چرا حقوق بشر این موضوعات توجه نمیکنه. شما ببینید در افغانستان که هر وقتی که نوکرای آیسای حمله میکنه ملل متحد می راجع به حقوق بشر صحبت میکنه که من فکر میکنم که یک کار درست نیست که وقتی که نوکرای پاکستان میاد داخل افغانستان افغانای ما رو میکشه و وقتی که ما میخوایم که اونها را جزا بدیم اونها از حقوق بشر صحبت میکنن. در پالوی آیسای اردوی نظامی پاکستان دو شعبه دیگه داره که یکی اینتلیجنت بیرو است و دیگه میلیتری اینتلیجنت. اینتلیجنت بیرو موضوعاتی را که آیسای مس میکنه، موضوعاتی را که آیسای نمیتونه که در او نفوذ کنه، باز اینتلیجنت بیروی پاکستان میایه کورا کاور میکنه و این راپور میده به آیسای. دیگه باز میلیتری اینتلیجنت است. میلیتری اینتلیجنت میایه مثلا فعالیت‌های پاکستان در داخل خود افغانستان، میلیتری اینتلیجنت راپور تیار میکنه برای اردوی پاکستان میده. اردوی پاکستان میفهمه که چطور در کجا ترزات خود مثلا انجام بتن، چطور مثلا کدام عملشان مستمر برشان واقع میشه. به این ترتیب شما ببینید که امی آیسای که دو شعبه جاسوسیش به اصطلاح بغیر از شیطنت و بغیر از آدمکشی و در مقابل مسلمانای خود دیگه کار نمیکنه. ما زیادتر نمیخوایم که در قسمت زیادتر صحبت کنم چرا موضوع دیگه است که ما باید صحبت کنم. و اینا آیسای شعبات داره، شعبه مخصوص ساوت آفیسش شعبه مخصوص بالای افغانستان کار میکنه، فعالیت‌های جاسوسی خود، فعالیت‌هایی که کی مثلا کشته شوه و کی ترور شوه در ساوت ساید همین تکنیکل آفیس
آیسای سرش کار میشه و اون نفرای مخصوص روان میکنن داخل خاک افغانستان. بیایی که گپ بزنیم سر سپورتر شدید آیسای که کی آیسای کمک میکنه فعلا. یگانه مملکتی که آیسای از نظر مالی و از نظر اسعار کمک میکنه و عربستان سعودی است. عربستان سعودی تمام امتیازات اردوی پاکستان و آیسای و مردم پاکستان یک اندازه مرفوع میسازه و در این حال بزرگترین کمک مالی را عربستان سعودی با اردوی پاکستان و با آیسای میده. اسعار یعنی وقتی که مملکت شما میفهمید کلدار کدام ارزش بین المللی نداره و اونا ضرورت دارن که بودجه خود از نظر اسعار بالانس کنن. ببخشید. و اونا نمیتونن که اسعار مکمل زیاد در دست بیارن. فلحاظ عربستان سعودی میه همون ضرورت اسعاری که دولت پاکستان دارد ضرورت اسعارش برش تکافو میکنه. ما فکر میکنم که مظاهره کردن در مقابل سفارت عربستان سعودی یک کار بسیار خوب خواهد بود. ما ببینم اگر شود که ما یک مبارزه یک مظاهره صلح‌آمیز در مقابل سفارت عربستان سعودی کنیم که اگر عربستان سعودی را ما وادار بسازیم که پاکستان در داخل یا آیسا یا اردوی نظامی پاکستان داخل افغانستان مداخله نکنه، این برای مردم افغانستان یک مفاد خواهد بود. هدف دیورند جرگه چیست؟ هدف دیورند جرگه ما میخواهیم که امی شارگاه آیسای از هر طرف پیدا کنیم و شارگاهش قطع کنیم. دیگه به این ترتیب از خوارا و برادرای خود در جایی که هستن خواهش میکنیم که اونا اگر ما مظاهره را ترتیب میتیم در مقابل سفارت عربستان سعودی اونا تشریف بیارن. چرا افغانستان خاک تماما خوارا و برادراست و شما باید در قسمت موضوعات ملی باید ما بسیار فعال باشیم و ما فعالیت‌های خود زیاد بسازیم در مقابل مداخلات پاکستان داخل افغانستان. و اگر ما از نگاه دیپلماسی بسیار قوی باشیم، از نگاه لابینگ این بسیار زیاد با مفاد مردم افغانستان خواهد بود. ما معذرت میخواهیم که ما کل شب سفر کردیم، در طیاره بودم، ما رسیدیم یک صبح دیگه ما در هتل رفتیم و از اونجا ما اینجا آمدیم برنامه را ما گرفتیم. خویی ما دمی 4-5 سال تقریبا همی کار را ما کردیم، سفر کردیم، شوا در هتل تیر کردیم که آمدیم برنامه را تا بتونیم که دست پاکستان از افغانستان پس کنیم. چرا یگانه پرابلم مردم افغانستان این مداخلات پاکستان است و قراره که پیشتر گفتیم ما باید همی شارگاه آیسای پیدا کنیم و قطعش کنیم که اونا به اصطلاح به گفتهای ما به عمل ما توجه کنم. موضوع دیگه که ما میخوایم راجع به او گپ بزنم همی حرکت دکتر صاحب سیرت است. حرکت دکتر صاحب سیرت است که وقتی که دکتر سیرت را اعلان کرد ما با او لبیک گفتیم و ما برای دکتر سیرت یه حرکتش تبریک گفتیم و ما با دکتر صاحب سیرت هستیم. هر حرکت ملی که بتونه افغانستان از گودال بدبختی نجات بده ما همراهش هستیم و خصوصا این حرکت دکتر صاحب سیرت یک حرکت بسیار خوب است برای که مثل که یک مریض دولت باشه که سیروم بگیره و او مریض نفهمه که صبا جور میشه یا دیگه صبا، همی دولت موقت ما فکر میکنم یک زمینه را مساعد میسازه که ما یک نفر را بیاریم که باعث رئیس جمهور افغانستان که مورد
قبول تمام مردم افغانستان باشه. به این ترتیب ما امروز هاشمی صاحب دلاین خود داشتم که هاشمی صاحب اگر مرا آواز مرا میشنوین لطفا تلفن کنین، صحبت هایتان کنین. نمره دفتر ما تلفنتان میگیرم. اگر شوا بیزا جان اگر شوا که هاشمی صاحب تلفنش بگیرین، شما تلفنش هاشمی صاحب اگر ببینید که در لاین هستن نیستن، ببینید هاشمی صاحب. نیستن. هاشمی صاحب اگر شما وقت پیدا کردین با ما تلفن کنین که آجندای دکتر صاحب سیرت شما تشریف بدین به تمام خوارا و برادرای ما. ترین صاحب مامرای ترین صاحب گپ زدم، قاسم جان ترین چی یک انسان نازنین از روز اولی که همراه ما شروع کردن به همکاری تا بال همکار هستیم. اگر شما که هاشمی صاحب تلفن کنه آجندای دکتر صاحب سیرت تشریح کنه بسیار خوب خواهد شد. موضوع دیگه که ما میخوایم که حالا صحبت کنیم. بله هاشمی صاحب. بله السلام علیکم جناب مسیح محترم. السلام علیکم صاحب، بسیار تشکر که شما تلفن کردین. ما راجع به حرکت دکتر صاحب ما تشریح کردم یک 5 دقیقه پیشتر. ما گفتم که شما در لاین میین، لطفا شما امی آجندایتان برای مردم افغانستان تشریح کنین، یا آجندا یا خط مشی به اصطلاح چیزی که شما میخواین بگوینش تشریح کنین. ان شاء الله اگه با هم سوال داشتیم از پیشتان میکنیم. بفرمایین، مایک در اختیار شماست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما آرزو داریم موفقیت های شما را میخواهیم از خداوند و همچنان برای تمام بیننده ها عرض ادب و احترام می‌داریم و از اینکه برنامه شما یک روحی ملی داره، بنابراین ما باید مسائل ملی را با شما در میان بگذاریم. زنده باشین صاحب، لطف کردین صاحب، مرحمت تان صاحب. شما اتحاد و همبستگی و همنواییتان با حرکت وحدت و آزادی افغانستان اعلان کردین. ما شما را استقبال میکنیم و از لطف شما یک عالم تشکر. زنده باشین صاحب. با شما بهتر معلوم است که حرکت وحدت و آزادی افغانستان از مدت 2 سال به این طرف، البته تحت رهبری و راهنمایی و زعامت جناب پروفسور عبدالستار سیرت این به فعالیت آغاز کرده و این حرکت از جانب باعث اولین گروه لابیست در ایالات متحده امریکا و فدرال و استیت ثبت است و این برای افغانا این توانمندی را میده که افغانا بتانن از مسائل سیاسی خود و پالیسی هایی که در قبال افغانستان طرح میشه بسیار با جرأت و با صراحت با کسایی که در قضایای افغانستان دخیل هستند اینا دفاع کنن حق خدا. بله. یعنی قانونا ما میتونیم دفاع کنیم که یک موفقیت. ما البته برای تمام مردم افغانستان تبریک میگم و هر افغانی که در هر گوشه از دنیا قرار داره میتونه که در این روند از این حرکت داخل شود و از امو پالیسی های غلطی که در قبال افغانستان ساخته میشه دفاع کنه. و به شما معلوم است که پیشتر شما راجع به آیسای و پاکستان همه چیزا صحبت کردین، ولی واقعا پالیسی های افغانستان در پشت به خارج از سرحدات ما و شما تایید میشه. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اما ای که اگر این موقعیت به دست خود افغانا به این کلان یک افتخار بزرگ است و امی زمینه را جناب پروفسور صاحب عبدالستار سیرت مساعد ساخته که این باعث یک گروه لابیست فعالیت داره. بله. ما البته در این رابطه یک مقدمه را که خدمت شما عرض کنم، به شما بهتر معلوم است که سرنوشت کشور ما در یک پرده از ابهام قرار داره. بله بالکل صحیح. نه تنها خطر سرگیری یک جنگ تمام عیار داخلی یعنی از میان نرفته، بلکه امی هیچ گامی در رابطه با وحدت ملی و مسائل مغلق افغانستان از طرف حکومت موجود یعنی ترتیب و تنظیم نشده. بله. و مسائل ملی ما روز به روز افزوده شده میره. بله. برای خودت معلوم است که اعضا و گروه های مختلف سیاسی در همین انتخابات موجود به طور آشکار خواستای قومی و منطقوی را مطرح می سازند که خود از این شیرازه وحدت ملی افغانستان به هم زده و کشور را به طرف یک متلاشی شدن و به طرف ناامنی پیش میبره. بله.
و البته حرکت وحدت و آزادی افغانستان مصمم است که همی شیرازی از همگسیختی ملت افغانستان با عزت و با کرامت پیوند بده و همگی با یک وحدت ملی در زیر یک چتر با هم دست به دست این مملکت از این انجلاب نجات بدن. و ما همچنان سعی می‌داریم که کشورهای ذی‌دخل و به خصوص ایالات متحده امریکا را که با عجله و بدون سنجش و شناخت دقیق از ساخت‌های افغانی و عناصر دست نشانده خود را در اون نصب کرده، پالیسی‌هایش که نتیجهش در این مدت 11 سال هم برای جامعه جهانی و هم برای امریکایی‌ها و هم برای ملت افغانستان جز بربادی دیگه چیزی نبود، برمغان نداشت و باعث یک گروه فعال سیاسی متوجه اشتباهاتشان بسازیم. بله. آرزوی ما است که تا حاکمیت افغان‌ها توسط خود افغان‌ها صورت بگیره. بله. و بالاخره حرکت وحدت و آزادی افغانستان عقیده به این است که در این شرایط ناگوار سیاسی و بحران موجود انتخابات سال 2014 که به شما بهتر است که از درون خود دولت از جناب معنوی و از دیگر آرتیکل هایی که نوشته میشه، یعنی هیچ امکان نداره که یک انتخابات شفاف در او کشور به وجود بیاید و این راه حل مغلق را به وجود، یعنی یک راه حل قضیه نیست. بله. بنابراین که در او شرایط انتخابات موجود برنده یا کسی است که زر داره یا زور. بله. و این اردیشی بر انتخاب ملت افغانستان نیست که البته این اردیش یک وسیله انتخابات شفاف نبوده و مخالفت ها و دشمنی ها و نتیجهش باز یک خونریزی یک از هموطنان بیگناه ما شما در مسیر ازی دیده میشه. بله. و این حرکت راه حل قضیه افغانستان را در شرایط کنونی در به وجود آوردن یک حکومت موقت توسط اشخاص و شخصیت های نیکنام ملی که دارای سوابق نیک و مؤثر باشند با برگزاری یک جرگه ملی چه در داخل کشور و یا در خارج کشور که تجربه مداخلات مستقیم و غرض‌آلود در امور افغانستان را نداشته باشند، تحت نظر مؤسسه ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی برای یک دوره موقت معین که از طرف خود جرگه تعیین میشه الا زمینه انتخابات شفاف امیر راه حل میدانه. و ما به صراحت اعلان میداریم که مسئولین از این حرکت به شمول جناب استاد بزرگوار پروفسور سید عبدالستار سیرت هیچ گونه ادعای زعامت و مقام نداره. بله. و ما را عقیده به این است که زعیم باید از جانب ملت و مردم انتخاب شود، بالکل صحیح صاحب. نه اینکه مانند معامله‌گری های قبلی از یک مرجع انتصاب شود. بله. و این بزرگترین بدبختی از این کشور خواهد بود که باز یک انتصاب در اوجه به وجود بیاید. بله. و بنابراین ما یک سلسله اشتباهات و غلط‌فهمی‌ها در رابطه با همین حرکت ما وجود داره و بعضی کسا خودآگاه و ناخودآگاه بهتان میزنن بدون از اینکه به قضیه اینا متوجه شوند و پی ببرند. بله. هدف اصلی ما از طرحی که به وجود آمد، البته جناب سیرت صاحب یک شخصیت بزرگوار و یک شخصیت سیاسی اسلامی و علمی کشور ماست که ما باید به وجود از این آدم افتخار کنیم و از نتایج امو افکار و اندیشه هایی که سالها تجربه سیاسی و دینی و در داخل کشور دخیل بدن ایره ما از اینا با یک طرحی را اینا روی کار کردن به خاطر نجات افغانستان از این تنگنای سیاسی بسیار مغلق و پیچیده. بنابراین آرزو و هدف خود حرکت وحدت و آزادی افغانستان 3 نقطه است. بله. یک مسئلهش است که صلح باید در کشور برقرار شود. بله. و دومی که وحدت ملی باید به وجود بیاید. بله. و سومی که انتخابات شفاف. ما هیچ وقت مخالف انتخابات شفاف نیستیم، ولی شرایط موجود نشان میده که امیالی اضافه تر از 60 یا 70 ولسوالی ما در اوج صندوق‌های رای مانده نمیتونن. بله. بران چطور میتونن که در اون کشور یک انتخابات شفاف به وجود بیاید؟ خب باز اونمو یک شخصی به وجود میاد که یا زور داره یا زر داره که مردم بخرن و او زمینه آوردن صلح را در افغانستان به وجود آوردن نمیتونه. شما ببینید که و ادعای زعامت ما نداریم. بله. حرکت اندالله به خاطر خدا و وطن کار میکنه و هر کسی که دارای شرایط بود و از طرف همون جرگه ملی انتخاب شود او را تایید خواهد شد که برای یک دوره موقت بره و در این دوره موقت
و اینا مطلقاً به خاطر آوردن یک فضای انتخابات شفاف زمینه را مساعد بکنن و خودشان به صورت قطعی در دوره بعدی مطرح نباشه. به خاطر از اینکه اگر خود مطرح بسازن یا 2 سال دیگه به خاطر انتصاب خود کار میکنن. بله. ما امیر شارتکت به اصطلاح میکنیم که امی جریان وقتی که امی پروسس پیش میبره در زمان انتخابات شفاف حق انتخاب نداره. بله. ما این یک خودگذری است که یعنی در این حرکت وجود داره و اگر من نمیفهم که شما وقت از این دارین یا ندارین به ما اجازه میتیم که امی مرامنامه را که جناب سیرت صاحب با در نظر داشت تجاربی که از وضع و احوال سیاسی افغانستان و جهان داره و این را ترتیب کرده و بیس حرکت وحدت و آزادی افغانستان اینمی ایده را تشکیل میده. من میره خدمت شما بفرمایید. کل 6 7 دقیقه بگم. پروا نداره شما هر قدر وقت کار دارید ما براتون میتونم صاحب بفرمایید. تشکر جناب متین صاحب محترم. خود دیگه یعنی حرکت وحدت و آزادی افغانستان مرامنامه‌اش اینطور تذکر رفته که ملت مسلمان و مجاهد افغانستان در دهه خونین اما پر افتخار جهاد علیه قوای متجاوز شوروی در آزمایش دشوار دفاع از عقیده، وطن، آزادی و کرامت با قربانی کم نظیر موفق گردید و حاصل جهاد مردم افغانستان در حالی که برای خود افغانها جز رنج و عذاب نبود اما برای جهان و نظام سیاسی جهان تحولات بزرگی را بر مغان آورد. وقایع سالهای بعد از جهاد 1990 و فجایع برادرکشی و ویرانی و بربادی کشور، بی‌علاقگی و عدم احساس مسئولیت غرب در کمک به افغانستان به منظور ایجاد یک نظام سیاسی ملی و نیز ارتباط نام افغانستان به تروریسم جهانی، تولید و تجارت مواد مخدر و نقض حقوق بشر و خلای زعامت سیاسی ملی افغانستان را میدان بازی منافع و مسابقه بهره‌برداری سیاسی برای کشورهای منطقه و جهان ساخته بود و این وضع تا هنوز و بعد از مراجعت و حضور نظامی غرب نیز ادامه دارد. در اوایل قرن 21 باز هم افغانستان قربانی موقعیت استراتژیک جیوسیاسی و ناتوانی و بینظمی و بینظامی داخلی خود گردید. بله. و سوپر پاور یکتاز جهان ایالات متحده آمریکا با پیروان همپیمان غربی خود افغانستان را در اسارت عسکری خود قرار دادند. بله. و با عجله و بدون سنجش دقیق عواقب نظام و عناصر دست نشانده را در آن نصب کردند و این صحنه با احتوای 1 دهه کامل تا حال که 2013 است دوام دارد و کدام دستاورد مهمی نه برای غرب و در راست امریکا و نه برای افغانستان و نه برای جهان جز ضیاع مال جان و وقت و حتی اعتبار چیزی نداشته. در پیشتر از 30 سال گذشته افغانستان نظام‌های متعدد دست نشانده و اسیر کشورهای خارجی را تجربه نمود. قربانی میلیون‌ها افغان در جنگ و بیچارگی و ناتوانی، فقر و آوارگی اضافتر از 90% نفوس افغانستان در داخل و خارج کشور یگانه فاجعه و مصیبت ملی افغانستان نیست، بلکه فاجعه بزرگتر از آن است که شیرازه وحدت ملی ما از هم پاشیده و افغانستان خدا نخواسته به طرف تجزیه حتی محو شدن سوق داده می شود. بالکل. ملت افغان یک بار دیگر در آستانه امتحان خطیر و حساس تأمین استقلال کامل و اعاده ملی و تنظیم مجدد حیات سیاسی کشور خود قرار دارد. با احساس مسئولیت ایمانی و ملی و به منظور موفقیت در این امتحان بزرگ و برآمدن از حالت مصیبت ملی، یک عده از هموطنان وطن دوست و آرزومند آزادی و وحدت افغانستان تشکیلی را به نام حرکت وحدت و آزادی افغانستان ایجاد نمودند. در این حرکت در قدم اول 3 هیئات مسئول فعال ایجاد می‌کند. هیئات فعال سیاسی از جمله افغان‌های تعلیم یافته و با احساس و پاک که دست‌هایشان به خون ناحق و نفس‌هایشان به مال حرام آلوده نشده باشد، هیئات متشکل از 7 تا 10 نفر تشکیل می‌گردد. این هیئات وظیفه دارد تا از طریق تماس‌ها و مذاکرات مستقیم با مراجع غربی مخصوصا ایالات متحده آمریکا در تصحیح اشتباهات دست‌هایشان اقدام کنند و امکاناتی را سراغ نماید تا ایالات متحده آمریکا افغانستان را سر از نو در روشنی تجارب مستقیم 10 ساله گذشته
و از طریق افغانای اصیل فروخته نشده به شرق و غرب و استخدام نشده از طرف دستگاه استخبارات و کمپانی‌های خارجی بشناسد و در صدد آن شود تا آنچه را که به ناحق ایجاد شده از میان بردارد و در بنای یک طرح و نظام سیاسی جدید از موقع مسئولیت و منافع مشترک همکاری نمایند. بله. و دومش حیات تنظیم کننده یک جرگه ممثل افغانی است. از جمله شخصیت‌های دارای سوابق نیک و مؤثر در جامعه افغانی هیئاتی تشکیل می‌گردد تا امکان دایر شدن یک جرگه ملی نسبت را تدارک نمایند. این هیئات ببخشید صدای من میشنید؟ بفرمایید صحیح است، بخی صحبتتون صحیح است. بسیار خوب. این هیئات نخست فهرست اعضای آن جرگه را به معیار سابقه نیک تمثیل واقعیت‌های قومی و فرهنگی افغانستان ترتیب می‌نماید. بله. ب. جرگه ملی افغانی در یکی از کشورها و در داخل کشور که تجربه مداخلات مستقیم و غرض‌آلود در امور افغانستان را نداشته باشد، تحت نظر ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی کنفرانس کشورهای اسلامی دایر می‌گردد که البته در شرایط همون وقت ما ترجیح داده بودیم که ترکیه کشوری که در داخل افغانستان قدر جنجال‌های سیاسی نداره و در مقابل در یکی از کشورهای خارج که البته مربوط میشه به خود امی برادرایی که بازگویا را انتخاب میکنن. بله. البته وظایف جرگه ملی در اعاده صلح و ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر مبادی اسلام، استقلال کامل، وحدت و تمامیت افغانستان از طریق تنظیم یک دوره موقت 3 ساله که یعنی حکومت موقت تصمیم اتخاذ می نماید. ب. اداره یا حکومت موقت از عناصر بی‌طرف، دانشمند، مؤثر و شخصیت‌های دارای سوابق نیک تشکیل می گردد. وظایف و صلاحیت‌های حکومت موقت در جرگه ملی افغانی تثبیت می گردد که یعنی در اینجا هیچ یعنی مسئله زعامت و انتصاب مطرح نیست. بله. هیئات ایجاد کننده یک مرکز مالی، یک هیئات فعال و مسئول از عناصر پاک‌نفس و مؤثر تشکیل می‌یابد تا به آن از افغان‌های دارای استعداد مالی و بزنس‌های بزرگ که در داخل و خارج کشور وجود دارند و از خداوند بزرگ می‌ترسند و به حال ملت مظلوم افغانستان ترحم دارند، تماس‌های برقرار داشته موارد تمویل حرکت را تمویل بدارند. یعنی حرکت به هیچ وجه از کدام مرجعی که او خلاف منافع ملی افغانستان باشه آرزوی کمک و استعانت نمی کنه، به جز به خود ملت افغانستان مراجعه می کنه. بله. و سایر فعالیت های حرکت وحدت و آزادی افغانستان در داخل کشور و بیشتر از طریق عناصر جوان و با انرژی افغان ادامه می یابد تا به خواست و توفیق خداوند بزرگ حرکت به شکل جبهه وسیع ملی حیثیت تمثیل ملی افغانستان را احراز نماید. بله. شما ببینید جناب متین سی محترم که در اینجا نه مسئله شخص مطرح است، نه مسئله زعامت مطرح است، بلکه یک طرح است که در او راه صلح و آرامش و اعاده حیثیت دوباره افغانستان در او دیده شده و ای بود امو اهداف حرکت و امیدوار هستیم که بیننده های عزیز ما تانسته باشند که مسائل درک کرده باشند و بدون از اینکه از جریانات فعالیت حرکت واقف نباشند تفسیرهای سوره بگذارن و با این وحدت که با این حرکت که الحمدلله فعلا در داخل افغانستان و در خارج کشور نهادها، انجمنها و همه بسیار مخلصانه با این پیوند شدن و به یک نیروی عظیم ملی انشالله که در حال تبدیل شدن است و همچنان همکاری کنند تا ما بتانیم به شکل بسیار درست و صلح‌آمیز امی افغانستان از این ورطه اولاق نجات بده. هاشمی صاحب گل قراره که شما هم خبر هستیم ما هم خبر هستیم ماه آینده به تاریخ 20 یک به اصطلاح میتینگ است در واشنگتن که چند سناتور امریکایی هم در او میایه و صحبت میکنه راجع به او شما کمی که تشریح بتین و در این حال ما خودم افغانستان رفته بودم یک ماه پیش یک ماه پیش ما همراه تعداد کثیری از
مشران، رئیسای اقوام، روشنفکرا، اهل معارف به اصطلاح و کسایی که در اردوی ملی و پلیس ملی به اصطلاح اونا مصروف خدمت هستند، اونا این حرکت یعنی 95% تایید کردن بر از این که در اینجا تمام مردم افغانستان شامل می باشه و اینا در این دولت موقتی به اصطلاح که در حدود 2 سال یا 3 سال باشه. شما 3 سال گفتین که ما بتونیم یک زعیم ملی را انتخاب کنیم و در این حال همین کثافتی که در دولت هست یا را پاک کنیم و اشخاص، یعنی دولت خودش فعالیت داره، فانکشن داره گفته امریکایا، منتها ما آدمای ملی نصب کرده میریم و در این حال ما میپالیم که یک شخص ملی باعث رئیس جمهور یا لیدر افغانستان تعیین شود و ما او را کل اکثریت آرا او را ما تعیین کنیم. این از نظر اسلامی هم یک راه درست و از نظر افغانی بودنش هم راه درست است. برای که قرار که شما گفتین و قرار که من در افغانستان رفتم کت برادرها ما گپ زدم در اوجا، باز هم من تاکید میکنم اونا هم تشنه یک آدم هستن که ملی باشه و افغانستان از این گودال بدبختی نجات بده. اونا هیچ دیگه آرزویی ندارن. ما کت پلیس ملی ما گپ زدم، پلیس ملی عین موضوع را ما در ولایت کابل همراه معاون قماندان گپ زدم، این موضوع اونا هم بسیار زیاد تاکید کردن، گفتن که ما از دست از این کسایی که بسیار وعده و وعید میکنن، پول فراوان دارن، هنوز هم مثل کرم واری میاین به اصطلاح در گوشت مردم افغانستان خود درون میکنن که زیادتر استثمار کنن مردم افغانستان، خیانت کنن. این از این افراد ما بسیار خسته شدیم. اگر حرکت ملی بیاید که همین حرکت دکتر صاحب حرکت بسیار ملی و معقول است. شما فکر کنید بعضی کسایی که در تلویزیون آریانا و آقای لودین آوردن، آقای لودین حتی اونا ما فکر نمی کنم که یک کیس تابال برده باشه و این آقای یا به اصطلاح پروموت میکنه. آدم ما مقابل لودین صاحب کدام چیز شخصی ندارم، اغراض شخصی ندارم، اما ما امکانات باید حرکت کنیم که اگر در او اشتباه می باشه خدا ناخواسته قرار که شما گفتین افغانستان به طرف گودال بدبختی میبره. ما باید بسیار در این قسمت ما فعال باشیم. وقتی که حرکت ما به اصطلاح شنیدم، این حرکت مورد تایید ما شدم، روز اول ما با دکتر صاحب اعلان همکاری کردم، هر چیزی که به خیر و فلاح مردم افغانستان باشه ما در او شامل هستیم. اگر کدام چیز دیگه میگین هاشمی صاحب گل شما میتونین صحبت کنین، ما وقت کافی بر شما میتونم هر صحبتی که دارین که همین موضوع از تمام موضوعات مهمتر است. چرا اینجا ما میایم برنامه میگیریم مقابل پاکستان و میفهمین که پرابلم فعلی ما پاکستان است که دامن زده میره و ما را میکشه و به اصطلاح انفجاری روان میکنه. اگر ما یک زعیم ملی داشته باشیم که سیاست را ترک کنه که عین یک سیاستی که پاکستان در مقابل ما، عین سیاست در مقابل پاکستان ترک کنیم، عین فعالیتایی که سر ما میکنه ما عین فعالیت‌ها را سر پاکستان کنیم. ما فکر نمیکنم که دیگه پاکستان در داخل افغانستان مداخله کنه و حقی که مردم افغانستان داره به دست بیاره. شما میفهمین که من رفتم موضوعات دیران در اوجا گپ زدم و آقای کرزی ترس نیم دلیر به اصطلاح صحبت میکردم و ما بسیار عیف کردم که مردم افغانستان شجاعت داره، دلیری داره، منتها یک لیدر ملی ضرورت داره. کدام صحبت دیگه دارین هاشمی صاحب دیگه مورد بکنین صاحب؟ محترم، ما وقت شما را زیاد نگیرم. در رابطه همین دو سه نقطه را که شما اشاره کردین، اول ما و شما معتقد به میستیم که اگر در افغانستان یک دولت ملی و با قدرت ملت به وجود نبیاید، هیچ وقت این معضله خط دیورن و مشکلات ما با جهت پاکستان هم حل شدنش بسیار مشکل است. بالکل. و دوم دیگه ای که حرکت وحدت آزادی افغانستان اساس بنای از داخل افغانستان گذاشته شد که این حرکت باید از داخل افغانستان شروع شود. بالکل صحیح. درست است که ما در اینجا بعضی مسائل منیجمنت کردیم، ولی این حرکت مورد پشتیبانی بسیار اقشار بزرگ افغانستان قرار داره که البته یک جای افتخار است و اینا واقعیت‌های مسائل درک کرده میتونن میبینن که ما در اینجا کدام هدف به خصوص شخصی که ما بتونیم به مال و منال مردم بدگی خودش شکمای خود سیر کنیم به یه آرزوی ما نیست. فقط اندالله و خدایی حرکت به امید پروردگار پیش میره. بله.
در رابطه با جلسه که در واشنگتن از شما گفتین در این جای شک نیست، خدمت شما پیشتر عرض کردیم که اولین حرکتی که یک گروپ لابیست فعال سیاسی که اولین بار در تاریخ از این کشورها، یعنی بخصوص بر افغانها اولین بار است که راجستر شده و این مطابق به قانون و لوایح این کشور حق داره که با سناتورا و با مسئولینی که در قضایای افغانستان اینا پالیسی میکر هستند با اینا بشینن، ما امو مشکلات خود و پالیسی هایی که به نفع ملت است و به نفع جامعه جهانی است ما این را سریعا طرح کنیم و از او دفاع کنیم. بله. روی همین انگیزه است که ما خواستیم که این مسائل با مسئولین امریکایی هم در میان بگذاریم تا ما یک راه حل درست قضیه سیاسی افغانستان را به دست بیاریم که در او کشور صلح و امنیت به وجود بیاید و این وطندارای ما و شما از زجر بدبختی های 30 ساله نجات پیدا کنه. جناب هاشمی صاحب، یعنی کمک گرفتن از افغانای، از تاجرای ملی ما، از خود افغانا یک کار بسیار معقول و ملی است، اما تا جایی که ما تجربه دارم، ما در 4 سال است که کت آیسای به اصطلاح دست و پنجه نرم میکنیم و اونا تابال مصارف خودمو تا دیم از کمر خود به اصطلاح. شما فکر نمیکنید که یک کمی که جنجال میاره ما باید از ملل متحد یا از ناتو یا از امریکا در قسمت دایر کردن جرگه خود پول بگیریم برای از اینکه و در افغانستان حضور دارن؟ همین جلساتی که ما دایر میکنیم و همین مصارفی که در ولایات ما داریم او باید تمویل شود و وقتی که ما یک بزرگوار مثل سیرت صاحب داریم خب طبعا ما اجازه نمیدیم که در موضوعات داخلی یا موضوعات ملی ما هیچ مملکت مداخله کنه، اما در قسمت تمویلش ما ضرورت داریم که کار کنیم. در این قسمت شما چی نظر دارین؟ جناب متیچ محترم، باور کنید که تا به می لحظه که ما به می موفقیت های بزرگ نائل شدیم ما یک پنی یک حبه از هیچ کسی نگرفتیم به جز اشخاص اعضای ما که شامل حرکت هستند و اینا با توانمندی که با $1 داشتن یا $100 داشتن تانستیم ما همی چرخ حرکت پیشو بریم. بله. البته در یک موقعیتی که در اوج منافع ملی ایجاب میکنه ما سطح هیئت رهبری و هیئت مدیره داریم و جناب سیرت تشریف دارن، اینا باز تصمیم خود گرفتن که کدام مرجع مطابق به منافع ملی کشور افغانستان است. ما نمیخواهیم که باز به شکل یک پلپت در امور سیاسی افغانستان در قضیه شما به اصلاح عرض وجود کنیم. بله. و هاشمی صاحب، موضوع دیگه که نماینده طالبا هم این موضوع دولت موقت تایید کرد، در این قسمت نظر سیرت صاحب چی است؟ والا بازی را حتما انشاءالله که همراه جناب سیرت صاحب یک صحبت میکنیم یا اگر زمینه برای شما مساعد شود و البته ما اهداف ما مشخص است. هر گروه سیاسی که امی اهداف قبول بکنه و در زیر یک چتر بیایم و اینا شما پیشتر خواندن ترانه بسیار یک گپ خوب شد که بگذاریم که ما تفنگ بگذاریم به عوضش قلم به وجود بیاریم. بالکل. موضوع ما ایست که تفنگ باید مانده شود، در یک پروسس سیاسی داخل شوند و اینا بعد در همین دوره موقت کل کار به خاطر افهام تفهیم اهمیت انتخابات بر ملت افغانستان شود و اینا به صلح صفا بیاین در مسیر سیاسی داخل شوند. هر کسی که به راه اکثریت انتخاب شد نوش جانش، در اون صورت جنگ هم از بین میره و صلح در کشور باقی میمانه انشالله. هاشمی صاحب، شما میفهمین که پرابلم امدی برادرای طالب موضوعات مالی است و نظر به می مشکل که اونا دارن، اونا بعضیشون یا من نمیفهم تعداد کثیرشون ارتباط شاید داشته باشن با آیسای. اگر ما همی برادرای طالب افغان خود طرف خود بیاریم، ما فکر میکنیم که با یک حرکتی با وجود بیاید که سیرت صاحب با وجود آورده و اینا طرف ما بیاین، ما فکر میکنم که پرابلم ملی ما حل است، موضوع دیورند حل است و پنجابی های قدر قدرت و
به اصطلاح شجاعت ندارن که در مقابل ما استاد شوند. منتها اگر شما یک 5 دقیقه بعد سر موضوعات طالبان ما گپ میزنم، اگر ما بتانیم این برادرای طالب خود طرف خود بیاریم و اینا ایره درک کنن که پنجابی هیچ وقت کدام وجه مشترک ندارن. ما فکر میکنم پرابلم ملی با وجود آوردن سر اقتدار آوردن یک زعیم ملی کار خوب خواهد بود و کار آسان خواهد بود که ما بتانیم مشکل ملی خود حل کنیم. دیگه این نظر ما بود. هاشمی صاحب بسیار زیاد تشکر. ما کل صحبتایتون شنیدم. ما قرار گفتم ما مثلا تاییدش کردیم، تاییدش میکنم، چیزی که به خیر و فلاح مردم افغانستان باشه. هاشمی صاحب محترم، بسیار تشکر جناب مهدی صاحب محترم از اینکه برای ما وقت دادین و از اینکه پشتیبانیتان از حرکت اعلان کردین. ما شما را تقدیر میکنیم و به همه بینندگان محترم عرض ادب و سلام میکنیم و شما را به خداوند میسپاریم. امیدوار هستیم که بینندگان محترم مطالب متوجه شده باشند و با ما همکاری کنند. تشکر هاشمی صاحب محترم. احترامات من خدمت دوستا و دکتر صاحب برسانید. بسیار تشکر جناب. خواهش میکنم. خداوند همراهیتان. زنده باشین صاحب، لطف کنین صاحب. ما با یک اعلان تجارتی میریم، میایم باز موضوعات دیگر گپ میزنیم. هاشمی صاحب بسیار صحبت‌های علمی و خدا دکتر صاحب خیر بده که پیشنهاد به اصطلاح طرح کردن و در مورد افغانستان رو پیش میبرن.